یه خبری شنیدم که تا یک ماه آینده بنزین سوپر قرار مثل که ارزشه، درسته؟ ببینید این فرایند بنزین سوپر یا بنزین ویژه که با استناد به ظرفیت‌های قانونی آیین‌نامه اجراییش تدوین شد، در هیئت دولت به تصویب رسید و داریم میریم انشاءالله به سمت اجرایی کردنش، در واقع یک خدمت جدیدی است که وزارت نفت به مردم عزیزمون میخواد ارائه کنه. سهمیه 60 لیتر سر جاشه، سهمیه 100 لیتر سر جاشه، قیمت 1500 تومان 3000 تومان سر جاشه، کارت استقرار نیرو جایگاه ها سر جاشه با همون قیمتی که بوده از قبل، بنزین سوپری که در جایگاه ها عرضه می شده با همون قیمت قبل سر جاشه. اینا رو میگین یعنی الکی شایعه درست نکنن. اساساً ارتباطی به این حوزه پیدا نمیکنه. عرض کردم یک خدمت جدیدی است. هموطنان عزیزی که تمایل دارن از این بنزین استفاده کنن، قیمت تمام شدهش رو در جایگاه‌های خاصی عرضه خواهد شد میپردازن، از این بنزین استفاده تمام شده. بسته به این داره که اون بخش خصوصی که این مجوز رو گرفته هزینه تمام شدهش برای رسوندن به شهر تهران، چون اینا خزینه خرید داره، در واقع هزینه حمل و انتقال داره و سایر هزینه ها چه اندازه است، طبیعتاً یه حاشیه سودی هم براش در نظر میگیره و بنزین رو به هموطنان عزیزمون عرضه می‌کنه. بستگی داره، عرض می‌کنم شاید اینا حدودی عددش میتونه بالای مثلا 50000 تومان باشه، یه عدده. متوجه کردم هیچ گونه ارتباطی با سهمیه نداره. مردم عزیزمون کماف سابق از همان سهمیه هایی که تا امروز داشتن منتفع خواهند بود بدون هیچ گونه تغییری. این در قالب یک خدمت اضافی عرضه خواهد شد.